من اولین بار همین مهری همین کسب به دلم آمدگیش سال 1982 سال بود. دوره که مکتب بچه بودم، در صنف هشتم میخوندم. شوق من بیدار شد اوید به ساختن همین تنور. من سال 1982 دوره که صنف هشتم میخوندم یکمی انا میگه تنوری که ساختم همسایه پایان همین خریداری کردم. من از همان وقت خودم خوشبخت کردم با همراهی پدر از سال 1982 تا سال 2009 پور با همراهی پدر کار کردم. من توقع می‌دیم پدر این پروسس های قسمای بالایی با اسباب اجرا میکنن، بعضا من میگیرم من هر دو ماه همراه همین دوامی از 1984 تا 2009 همراه کار کردیم. مردم ورخ برای اینکه اینجا قشلاق و استحصالات نیست، ما برای همین درخت پروری همین میوه و دیگر چیزها کتی مشغولم. بابای و پدر ما دیقانی کتی مشغول بودیم. اولی سرکردن ما همینجا کمتر اما کم شنوندگی درخت کمک جوه. سونی من اومدم همین اینجا با آب نبود، همینجا شنوندم. بعد و آدم ها خندیدگی میونی دشت با اومده اخمق آدم بود است، همینجا نیوال شنونده است گفتم. سونی من اومده با گشته همینجا سرگرد تا اصلا نیوال شنونده با هفته همه نیوال شنونده. آب کشونده آبی همون بردواز که همون کتی آب میکشونیم آب رو و آب میریزیم. سونی هر یک تاش به همون دست کتی آب میریزیم. از همین سنی 6 ساله 7 سالگیم انا رامتی بابا همینجا گرفته می آمدن همین دیده بکنه که مکتب رفتم 10 سال مکتب اندم آمده پدرم که اینجا خطی کار میکردم. بعد از خطی مکتب خدمت برفتم، بعد خدمت آمدم شفیاری کردم. بعد شفیاری من با آهنگری اینجا به ما شاعراکتی بسیار آمدگی، مثلا استاد نور محمد نیازی کتی همین آمدن و نگاه کردن این طرف و اون طرف نگاه کردن و آب نوشیدن و گفتن که دادخان یک گپ دنم گفتن همین جو نفس کشیدن و همین آب نوشیدن و منظرهای دیده شاعر یا نویسنده نشدن گناه ممکن نه. اول کمتر تا این نزدیکیه، بعد 4-5 سال با بالاترش با کوچیده همتیگر تا همون به نزدیکی سونی او بالای کاریم. اینا دوامش من کار برفتم میگیتم نموند توی خون اهل اویلا نموند نکنید گفته بگو. دیده ریمونت هم کارگی نه، یا ترتیب در آوردگی نه درخت های. اگه پارسال من اون طرفش وکرم ترتیب در آوردم شاخهای نودرکارش بریده پرفتم. این سال اگه نصیب باشد همینجاش میکنیم. شاخهای نودرکار بسیار همونه بریده پرفتم درکار. همین بالا و همین بالا همین بید بالاش همین حوله و اما که یولداش
یکتا موزه دوز بودن اما که یولداش قرغیز بچهشون احمد بود نومش احمد بیگ انا می حولی انا اینجا با همین مکتب میخوام برامده ما بریم برابری ما گم میزد تا اون جنگ نه جنجال نه ما توی قرغیز بچه گفته جنجال نمیکردیم چی نه همین خود ما بریم السلام علیکم شما درست ماندن نشده همه نقطه دیدن کار بارا سلام جا درست اینا هم یکی از این آدمایی که پدرشون استاعه طیب ناکار من اینو رفته این همین باغ ما و همسایه اینان این باغبان بالا موضع هست موضع که این ریشش که اکن تلفظ به کخ شدگی مه و که هست که مهتر و کهتر خرد و کلان همون موضع که اونجا به گهواری زرین است نامش گهواری زرین همون بین کوبه همون یک وقت امکان شد تو من حاضر نمیدونم که اونجا چی حاله همین شکل گهواره بریم ما بین کوبه اما کوه پایش به گوری مخ هست قدیما آریوه هست که استاندان میگو استودان قبل کردن وی تا مسلمانی بود دیم استخوانش فقط استخوان دانده استاندان همونجا گور میکنن همه میموندن انا همون خبر همون ها های و آمده مثلا لینینگراد کجا که تو بوده گیر میترسم مثلا انا همونجا مزاری همه و جای همون سیاحتی نغزی عینی ما بوده همون روزه ایدی مثل رمضان یا سنسه شاید همونجا آدم ها رفته زیارت کرده می اومد خوجه غار میگه خوجه غار لیکن در اصل این وروخ اصلا کوانترین قشلاق اصلا پیشتر مردمی همین وروخ مقیمی بود مقیمی موند قرغیزها بسیار سخاوتمند بسیار دستکشادند سالهای 90 وقتی که گرسنگی به ما تهدید میکرد همین در مثال وروخ میگم مردم ما تا اندازه با گندم هم تامین کردند و به ما امکان دادند که صاحبکاران ما با وسیله قرغیزستان گندم بیارن ما از گرسنگی نجات دهند عموما مناسبت تاجیک و قرغیز به فکر من تا 12 ساله آخر این خیلی سرد نبود بعد از اون که آنها بسیار دعواهای چی تریتوریوی کردن مناسبت ما باز رو به سردی گردید وقتی که راه ما کنه میگذشت من اومدم که راهی اسفالت نبشدگی اینجا گذشتگی همون دو طرفی راه بگذاشتن خانه ساختن و اجاره و دولت که یکتا بود همون KPSS را بری میگه همین که تیوه ها زمین اجاره گرفتن و بعد SSR پاش خورد کنونسیا درباره برهم خوردنی دولت برآمد همون روسیه و اوکراینی و قزاقستان و بلاروس امضا کردن که همون بعد وقتی فهمیدیم یک پونگتش همین که مثلا کجایی که ساکن باشن ملک همون ها من چندی بار تاکید کردم که وروخ انکلاو نیست وروخ جزیره نیست و راهی که وروخ با تاجیکستان پیوند دارد این راهی ابدی وروخ است راهی ازلی وروخ است راهی است که با این راه مردم ما هزار ساله ها رو بیا میکردند لیکن افسوس که تحت تاثیر این حادثه واقعه هایی که در سالهای آخر به میان آمد و ما رو انکلاو اعلان کردند این چیز به روحیه مردم تا اندازه تاثیر منفی رسانده است ما خود را پره کاملا آزاد حس نمی کنیم و اگر اندکی اندیشه زندگی داشته باشیم این اندیشه راه است راهی وروخ باید راهی وروخ باشد
البته لحظه های آخرین خیلی یک بهانه ها پیش آمدنش ممکن. بعضا لحظه های میآید که راه ها رو میبندند یا که گذشتن دشوار میشد. هر خیلی بهانه ها برای همین دو گرفت تو همین در وقت های همین آخر دولت همسایه ها که قرقیزستان کتی نیست ما کتی ما کتی مناسبت ما نیست. نه حاضر بله یک پیشو میگرفتن قرقیزا اینجا بسیار میگذاشتن اسب خراب رو کتی خروش تاخه میکنن اسبش تاخه میکنن خیلی چیزی لازمش میگرفتن. نه حاضر نه کوپروکی کهنه کوپروکی راهی واروخ در پایانتر در آمدگاهی همین محله یعنی که در تنگی واروخ است امروز ویران است و قریبی قرقیزها میساختگی شدن لیکن نگذاشتن برای اون که ممکن نبود در منطقه های بحثی بنیاد این چیزا ممکن نبود. این راه انمی راهی که از اینجا میگذرد با واسطه تنگی کنه راهی ابدی ازلی واروخ بود. راهی 1000 ساله واروخ که تمام نسل های تا امروز واروخ با همون راه روا بیا میکرد. تا دوره که اتحاد شوروی برهم خورد تا همین دوره ما نه اینکه با همین خلق تاجیک ما با همین خلق قرقیز هم خدمت میرسوندیم تا نقطه های آخران همین که ما با خانه هاشون هم رفته اجرای همین کار عملا همه خانه شون هم اجرا کرده می آمده. لیکن پس از برهم خوردن همین اتحاد شوروی خودشان آمده گرفته می رفتن. لیکن خصوصا بعد از همین سر زدن مناقشه ها ما با همین قرقیزستان این خیلی معاملاتی یا که خرید و فروشی تنوری نداره. دوره شوروی هیچ کس یگان کس غد نمیگفت. نه قرقیزی ما میگفت نه تاجیک. فهمیدید؟ اینجا آزاد بود. این خیلی انکلاف نبود. بین اما راه و قرقیز نبود. همسایه رو نمیخرند خداوند آنها رو به ما همسایه داده است و فکر من باید علاج یافت آنها رو به سری میز مذاکرات کشید با آنها همچون با انسان معامله و گفت و شنید کرد بگذارید آنها نیز ما رو فهمند. میآید سری تاجیکا و سری ملت ما و از اول بسیار دشواری ها بود بسیار بی‌عدالتی ها بود حق ما گرفته چکاری بودن لیکن همش برقرار شدگی بود. من باور دارم برقرار میشد. واروخ یک پاره خاکی تاجیکستانی عزیز من که هستم بهر تو پیوندی ای هزاران سال پیوندی پریشان ای هزاران سال پیوندی نیابی وارها از زرهلی نامی تو حرفی کم مباد توهی والاید بکشی پای مینت خم مباد چشم رودی تجاری باد عمری با خروش چشمی فرزندان تو از اشک هرگز نم مباد واروها از زرهلی نامی تو حرفی کم مباد واروها
در خود جهانی تاجکان سودی تو سود و زیانی تو زیانی تاجکان از وطن داری و دولت داری و خود آگهی می کند استادی هستی امتحانی تاجکان واروها از زرحلی نامی تو حرفی کم مباد واروها یک پاره خاکی تاجیکستانی عزیز ای هزاران سال پیوندی نیاگانی عزیز بهر تو جان دادنم بی حاضی تو دیر کندنم میکنم قربانی خاکی خاکی تو جانی عزیز واروها از زرحلی نامی تو حرفی کم مباد واروها از زرحلی نامی تو حرفی کم مباد